میگن اگه نیمه شب کنار دریاچه‌ای فراموش شده در کوههای شمالی ایرلند بشینی، صدای حرف زدن دو عاشق رو میشنوی. یکیشون روح یه پادشاهه و اون یکی قویی سپید که روزی دختری زیبا بود. سلام، خیلی خوش اومدین به یک داستان مهیج از دل تاریخ. اینجا کانال نقل قدیماست. برای شنیدن قصه های رازآلود همراه من باشید. این داستان فقط یک افسانه نیست. داستانی از عشق، خیانت، جادو و صبر بی‌پایان است. این قصه تاجمک و لیره. در زمانهای دور شاهزاده‌ای دلیر به نام تاجمک بود. تاجمک شاهزاده شمالی بود، سوارکار و جنگجویی شجاع که دلش با شمشیر نبود. از کودکی عاشق صلح و یه عشق واقعی بود. روزی از روزها قلمروی شمال را برای گردش ترک کرد. رفت و وارد جنگل مه گرفته شد. همینطور که غرق در افکارش بود به رود مقدس رسید. رودی که هم برای قلمروی شمال و هم قلمروی جنوب مقدس بود. دختری با لباسی سپید کنار رود بود. دختری از قبیله جنوبی. نام دختر لیر و از نسل درویدها بود. زنانی که با طبیعت حرف می زدن. دختران و زنان درویدی برای قبیله جایگاه ویژه داشتند. از سوی قبیله شمال و جنوب دائم در جنگ بودند. ولی در آن لحظه کنار رودخانه انگار همه چی ایستاد. دو تا دل که در یک نگاه به هم گره خوردند. قبیله ها دشمن بودند، اما عشق مرز نمی شناسد. شبها در دل جنگل مه گرفته همدیگر رو می دیدن، می خندیدن، نغمه می خواندن و زمان از یادشون می رفت. شبی از شبهای زیبای دو عاشق، لیر حلقه نقره‌ای با نقش های زیبا و یک ورد قدیمی. لیر گفت تا وقتی این حلقه پیش توه قلبم کنارته، حتی اگه دنیا بینمون فاصله بیاندازه. روزها و شبها گذشت و از بختشون عشق زیبای دو شاهزاده از چشم جادوگر قبیله جنوبی پنهان نماند. جادوگر عشق این دو شاهزاده را تهدیدی برای خودش میدید، پس تصمیم شومی گرفت. در پس شب تار طلسمی ساخت با وردی ممنوع و لیر را درست جلوی چشمای مهربون جنگل تبدیل به قویی سپید کرد. آزاد ولی اسیر. تاجمک دیوانه وار به دنبال لیر همه جا را گشت. قبیله لیر رو تهدید کرد، جنگید، اما هیچ کس چیزی نگفت. تا اینکه یک شب با دلی شکسته و غمناک کنار دریاچه رفت. قویی سپید دید، آروم با نگاهی که شبیه لیر بود و دانست که کار از کار گذشته. لیر محبوبش با وردی ممنوع تبدیل به قویی سپید شده بود. چه باید میکرد؟ از اون شب هر شب کنار دریاچه می نشست، حرف می زد، گریه می کرد، آواز می خواند و قو همیشه آرام گوش می داد. روزگاری با فراخ گذشت. تاجمک پادشاه شد، ولی حتی پادشاهی هم نتوانست وزن دلتنگی رو کم کنه. در آخرین شبی که به کنار دریاچه رفت، تصمیمی عجیب اما سخت گرفته بود. تاجمک آرام بود، چون میدونست دلتنگی به زودی پایان میگیره. با چشمی اشکبار
انگشتر را بوسید و گفت اگر جسمت از آن من نبود، روحت همیشه کنارم بود. و انگشتر را به درون دریاچه انداخت. انگشتر به آرامی درون دریاچه فرو رفت و تاجمک برای همیشه ناپدید شد. میگن هنوز صدای نغمه هاشون توی باد شنیده میشه. قوی سپید و پادشاهی که دیگه پیدا نشد. بعضی عشق‌ها هیچ وقت تموم نمیشن. فقط شکلشون عوض میشه. نظر شما چیه؟ اگه این افسانه به دلت نشست، با یک لایک و کامنت به هم نشون بده که هنوز کسایی هستن که به عشق‌های جاودانه باور دارن. اگر به دنبال داستان‌های واقعی و شگفت‌انگیز هستی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و همراه کانال نقل قدیما باش با قصه دیگر از دل تاریخ. خدا یار و نگهدارتون.